به نام خدا. سلام، من امیر نامورم از سایت نوآموز. راستش من هر موقع توی کتاب قرآن به مفهوم شرک میرسیدم برام سوال بود که واقعا خداوند چرا اینقدر روی این نکته حساسه و چرا به قول خودش میگه من هر گناهی رو میبخشم به جز اینکه به من مشرک بشید، به من شرک بورزید. و خیلی راجع به این موضوع تحقیق کردم که بفهمم واقعا مفهوم شرک چیه. خیلی از ما فکر میکنیم که مثلا اون آدمایی که تو زمان پیامبر بودن بت پرستی میکردن، خب یعنی یه مثلا سنگو به عنوان خدا قرار میدادن و اینا حالا به عنوان شرک محسوب میشد، یعنی یک چیزی رو به عنوان شریک خدا قرار میدادن و به این افراد میگفتن مشرک. بعد یکم که موضوع رو بیشتر بررسی کردم، بعد یه حدیثی هم از پیامبر بود که میگفت شرک در دل مؤمن همچون مورچه سیاه کوچکی است که در دل تاریکی شب در حال حرکت است. یعنی شرک احتمال داره خیلی هم تو زندگی ما واضح نباشه، خب احتمال داره خیلی پنهانگونه توی ذهن ما، توی زندگی ما کارشو انجام بده و ما متوجهش نباشیم، اما در هر صورت آسیب خودش رو وارد میکنه. بعد که یکم دیگه موضوع رو بررسی کردم به این نتیجه رسیدم که شرک به معنای قدرت دادن به هر عاملی تو زندگیمون، خب به جز خداونده. یعنی احتمال داره ما توی زندگیمون یک سری افراد باشن، چه میدونم حالا رئیس کسب و کارمون باشه، چه میدونم مثلا فلان آدم مهم تو مملکت باشه، فلان آدم مهم توی جهان باشه. چقدر شده مثلا ما دائما از اطرافیان شنیدیم که آقا اصلا دنیا دیگه دست این چند نفر آدم دیگه، هر تصمیمی اینا بگیرن دیگه زندگی ما هم همین جوری اداره میشه. یعنی ما هم اینو پذیرفتیم که آره دیگه ما قدرت رو از دست خداوند میگیریم و میدیم دست این چند تا آدم. به این مفهوم میگن شرک. یا هر نمونه دیگه ای، اصلا تو چه میدونم توی خانواده مثلا یه نفر احساس میکنه که چه میدونم برادر بزرگترش دیگه همه کارشه، برادر بزرگترش از همه قدرتمندتره و میتونه برای این زندگی این آدم تصمیم بگیره. یا طرف فکر میکنه دیگه پدرش دیگه هر چی بگه پدرش قدرتمندترینه و قدرتی بالاتر از اون نیست. دوستان، مفهوم شرک، من یک بار دیگه میگم، به معنای قدرت دادن و به هر عاملی به جز خداوند. یعنی هر جا احساس کردی که قدرت رو از دست خداوند گرفتی و دادی دست یک آدم دیگه ای، یک احتمال داره اصلا اون چیز آدم نباشه، احتمال داره یه شرایطی باشه. خب یعنی بعضیا مثلا میگن آقا دیگه الان وضع اینجوریه، شرایط اینجوریه، یعنی قدرت رو میدن دست شرایط موجود، وضع مملکت اینجوریه. هر جا احساس کردی که قدرت رو از خدا داری میگیری و به دست شرایط میدی، به دست آدما میدی، به دست هر عامل بیرونی، خب هر چیز دیگه که دادی، بدون که اونجا یک رگه هایی از شرک توی وجودت هست، یک نشانه هایی از شرک توی وجودت هست. و انسانی که مشرک بشه، انسانی که در واقع قدرت رو از دست خداوند بگیره بده دست عوامل دیگه، خود خدا تضمین میکنه که خوشبختی رو احساس نمیکنه، معنای واقعی خوشبختی رو درک نمیکنه، زندگی درست رو نمیبینه. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه همیشه درگیر ترسه، همیشه درگیر ناامیدیه، همیشه درگیر استرسه. بچه‌ها، ایمان داشتن به خداوند به ما قدرت میده.
باور داشتن به قدرتمند بودن خداوند به ما قدرت میده. احساس میکنیم یک حامی داریم، احساس میکنیم یک پشتیبان داریم که به ما کمک بکنه تو این جهان. و وقتی ما میایم با دست خودمون این قدرت رو از دست خدا میگیریم و میدیم دست شرایط دیگه، خدا میگه خب هر جور دوست داری برای خود زندگی کن. یعنی نمیاد ما رو مجبور کنه که حتما توحیدی عمل کنیم، ولی به همون گفته که اگر مشرک بشیم ما رو نمیبخشه. در واقع دلیل این که ما رو نمیبخشه به این دلیله که به ضرر خودمون تموم میشه. در نهایت خودمون با دست خودمون زندگی خودمون رو نابود میکنیم. چقدر تفاوت داره زمانی که آدم احساس کنه که یک قدرتی توی جهان هست که قدرتمندترین هاست، رب جهانیان دیگه، و این نیرو پشتیبانشه و حمایتش میکنه، کمکش میکنه. و زمانی که احساس کنی که مثلا خداوند که قدرت نداره، قدرت دست فلان آدم تو مملکت، قدرت دست فلان آدم تو جهان، قدرت دست شرایط موجوده، قدرت دست طلاست، قدرت دست دلاره. چقدر دوستان میخوام اینو مقایسه کنید. خب احساستون رو وقتی این دوتا حالت رو توی ذهنتون ایجاد میکنید، زمانی که قدرت رو در دستان خداوند میبینید و باور میکنید که خداوند قدرتمندترین هاست، و زمانی که باور میکنید که مثلا فلان آدم قدرتمنده، فلان شرایط میتونه تاثیرگذار باشه، نمیدونم فلان وضع موجود میتونه تاثیرگذار باشه، خودتون رو در حالتهای مختلف خب مقایسه بکنید، احساس خودتون رو ببینید چه حالی بهتون دست میده. من که واقعا اصلا دوست ندارم تو حالتی قرار بگیرم که معنای شرک داره، مفهوم شرک داره. نمیگم 100% اینجوریه، من نمیگم 100% آدم توحیدی هستم، نه، منم ترسای خودمو دارم، منم باورهای محدود کننده خودمو دارم، اما دارم میگم مسیر درست اینه. ما اگه میخوایم واقعا طعم خوشبختی رو احساس بکنیم باید بتونیم توحیدی عمل کنیم، و هر جا که من تونستم توحیدی عمل کنم نتیجه گرفتم، هر جا که تونستم قدرت رو از آن خداوند ببینم نتیجه گرفتم. بارها هم پیش اومده تو زندگی مشرک شدم، نمیدونم گفتم که بابا الان که دیگه من نمیتونم اینجا کاری انجام بدم، احساس کردم حمایت نمیشم، احساس کردم که الان فلان آدم چه تصمیمی برای زندگی من میگیره، زندگی منو نابود نکنه، زندگی منو از بین نبره، زندگیم که الان دیگه دست خودم نیست، زندگیم الان دست تصمیم فلان آدمه، شرایط زندگی منو دیگه الان وضعیت مملکت داره ایجاد میکنه، وضعیت طلا داره ایجاد میکنه، وضعیت دلار داره ایجاد میکنه. هر موقع اینجوری فکر کردم حالم بد شد، استرس گرفتم و در نتیجه هیچ پیشرفتی هم نداشتم. ولی هر جا که تونستم ذهن خودم رو کنترل کنم، بگم که یه خدایی هست که منو حمایت میکنه، منو هدایت میکنه، و این خدایی که این کار رو انجام میده به قول خودش رب العالمینه. رب دوستان، معنای رب خب توی قرآن به معنای اربابه، به معنای کسی که خیلی قدرتمنده. خیلی ها فکر میکنن که الله و رب توی قرآن یه دونه معنی داره، یعنی میگن خب هر دوتاش معنای خدا رو میده دیگه، در صورتی که تفاوت دارن اینا با هم دیگه. رب به معنای ارباب، به معنای پرورش دهنده، به معنای کسی خیلی قدرتمنده. یعنی جاهایی توی قرآن هست خب که از رب به عنوان انسانهای قدرتمند یاد میشه. یعنی شما اونجایی که مثلا حضرت یوسف توی زندان هست، اون دوتا زندانی میان پیشش و
خوابشون رو برای حضرت یوسف تعریف میکنن، حضرت یوسف میگه که تو میری برای ربت خب شراب میریزی. من راستش تا قبل از این آیه فکر میکردم که الله و رب یکی هن، یعنی تفاوتی با هم دیگه ندارن، هر جفتشون خدا هن دیگه. ولی وقتی رسیدم به این آیه فهمیدم که نه، اینا با هم متفاوتن. رب احتمال داره اصلا تو ذهن مثلا یه نفر یه انسان قدرتمندی باشه، خب یعنی به معنای ارباب. خب به معنای ارباب، رب به معنای ارباب هستش، به معنای یک موجود قدرتمند هستش. و وقتی خدا میگه ستایش کنید آن الهه‌ای را که پروردگار عالمیان هست، که ارباب عالمیانه. یعنی چی این مفهوم؟ یعنی بابا قدرتی دیگه بالاتر از این قدرت نیست. قدرتی بالاتر از این قدرت ما نداریم و نخواهیم داشت. و چقدر زیباست به این قدرت تکیه کنی، به این قدرت امیدوار باشی، اینجوری عمل کنی. من که خودم واقعا دوست دارم به اون سمت برم. نمیگم حالا من آدمیم که خیلی مثلا توحیدیم، خیلی تو این فضا خوب عمل کردم، نه، ولی واقعا تمام تلاشم اینه که بتونم توحیدی عمل کنم، بتونم خدا رو قدرتمندترین موجود جهان هستی ببینم، هیچ قدرتی رو بالاتر از قدرت خدا نبینم. آقا چه میدونم ارتش فلان کشور قدرتمندترین نیروی زمینی رو داره، ارتش فلان کشور قدرتمندترین نیروی هوایی رو داره. تمام این قدرت ها در نزد خداوند یه پشه‌ای بیش نیستن. یعنی با یک اشاره خداوند میتونه این قدرت ها رو از بین ببره. چقدر ما دیدیم آدمای قدرتمندی که فکر میکردیم دیگه اصلا اینا دیگه تا ابد ماندگارن، هیچ کس نمیتونه اینا رو از بین ببره، مثل هیتلرها. مثلا دیدیم به یه چشم به هم زدن از بین رفتن، مثل مغول‌ها. بچه قدرت رو از آن خداوند ببینیم. فقط تنها خداونده که فنا ناپذیره، تنها خداونده که ماندگاره. هو الباقی. همه فانی هستیم، همه ما در برابر خداوند خب ضعیف هستیم، باید اینو بپذیریم. و خداونده که بالاترین قدرت رو داره، خداونده که ارباب عالمیانه. و این خداوند خیلی ویژگی‌های مثبت خوبی داره. با وجود اینکه این همه قدرت داره، خب میگه بخوانید من رو تا اجابت کنم شما را. از من بخواید بهتون میدم. میگه من مهربانم، من بخشندم، من کریمم، من غفورم. تصور بکنید دوستان، قدرتمندترین موجود عالم در مقابلش مهربانترین موجود عالم هم هست، بخشنده ترین موجود عالم هم هست، زیباترین موجود عالم هم هست. و چقدر زیباست به این تکیه بکنیم ما، چقدر زیباست اینو قدرتمندترین موجود ببینیم تو ذهن خودمونا. و انسانی که بتونه این موضوع رو تو زندگیش پیاده بکنه، خود خدا تضمینش میکنه. میگه تو اصلا تو هر مسیری موفق میشی. یعنی اگه بتونیم یک توحیدی رو درون قلب خودمون ایجاد کنیم مثل حضرت ابراهیم، خب حتی اگر یک شهر با افکارش، با عقایدش، با منشش مخالف باشن، نمیتونن بهش آسیب بزنن. اینجا قدرت رب نمایان میشه، اینجا قدرت پروردگار نمایان میشه. پس به او تکیه کنیم، به پروردگاری که همیشه با ماست، به پروردگاری که قدرتمندترین هاست و مهربان هاست و میتونه به ما کمک بکنه دیگه. یعنی شما هر چقدر تو زندگیت به افراد دیگه وابسته بشی،
چه میدونم روشون حساب باز کنیم، احساس کنی که اونها میتونن به تو کمک بکنن، احساس کنی که اونها باید دست تو رو بگیرن، احساس میکنی که اونها باید تو رو به یه جایی برسن. هر چقدر بری توی این فضا روز به روز ناامیدتر، دلشکسته تر و سرفکنده تر میشی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این مفهوم شرکه. به خاطر اینکه قدرت رو از دست خداوند گرفتی و دادی دست آدم‌های اطرافت. و وقتی این اتفاق برات بیفته، تو درگیر شرک بشی، درگیر ناامیدی میشی، درگیر دلشکستگی میشی، درگیر احساس گناه میشی، درگیر غم میشی. و انسانی که درگیر این احساسات منفی بشه زندگیش از بین میره. زندگیش میشه سراسر استرس، سراسر ناامیدی. چقدر ما دیدیم تو روابط طرف مثلا با یکی تو رابطه بوده، اصلا تو دیگه خدای منی، تو دیگه من تو رو پرستش میکنم، چه میدونم تو اگه نباشی من دیگه میمیرم، بی تو من نابود میشم، بی تو من هیچی نیستم. چقدر دیدیم تو روابط آدما یه همچین رفتارهایی کردن و بعد یه ماه، بعد 2 ماه، بعد طرف تنهاش گذاشته رفته، این طرف واقعا نابود شده، این طرف از بین رفته. من چقدر حتی از دوستای خودم دیدم درگیر یه همچین مسائلی بودن، خودکشی کردن. انسان چقدر میتونه ضعیف باشه واقعا که به انسانهای دیگه تکیه بکنه؟ با وجود داشتن یه همچین پروردگار، یه همچین ربی، ما بیایم به انسانها تکیه بکنیم، روی انسانها حساب باز بکنیم که اگه فلان آدم تو زندگی ما نباشه اصلا ما دیگه هیچی نیستیم، هیچ ارزشی نداریم، بریم خودمون رو بکشیم. ببینید انسان تا چقدر میتونه درگیر شرک بشه دوستان، تا چقدر میتونه از خدا دور بشه که واقعا اگه یه نفر تو زندگیش نباشه دیگه اصلا بخواد زنده نباشه. به این مفهوم میگن مفهوم شرک. و شرک این بلا رو سر آدم میاره و شرک اینجوری آدم رو نابود میکنه. اما انسانی که بتونه توحیدی عمل کنه، مثل حضرت ابراهیم، مثل حضرت یوسف که برادرانش خواستن نابودش کنن، خواستن از بین ببرنش، ولی خداوند وعدش یک چیز دیگه بود. خداوند میخواست این آدم عزیز بشه. چرا؟ چون توحیدی عمل میکرد، چون با خدا بود، چون خداوند رو قدرتمند میدید. و کسی که خداوند رو قدرتمند ببینه به همچین جایگاهی میرسه. اگه حضرت یوسف باور میکرد که برادراش میتونن نابودش کنن، میتونن تو زندگیش تاثیرگذار باشن، هیچ وقت اینقدر رشد نمیکرد. اگه حضرت ابراهیم میپذیرفت که چه میدونم نمرود اینقدر قدرتمنده، من اصلا نباید در برابر این سر راست کنم، نمیدونم مردم شهر همه با عقاید من مخالفن، نباید اصلا من اینجا حرف بزنم. اگه اینو میپذیرفت که اصلا نمیرفت اون کارا رو انجام بده، اون همه توحیدی عمل کنه و به قول معروف این همه رشد کنه از نظر معنویت. هر کدوم از ما یه رگه هایی از شرک تو وجودمون هست. هر کسی هم که میگه نه من کاملا دیگه آدم توحیدی شدم 100%، خودش رو نمیشناسه. من هر چقدر خودم بیشتر میشناسم بیشتر به این مفهوم پی میبرم که واقعا چه جاهایی مشرک بودم خب و با شرک کارو خواستم پیش ببرم و نتیجه نگرفتم، و چه جاهایی توحیدی عمل کردم و نتیجه خوب گرفتم، و چقدر این شرکه خب تو قلب آدما میتونه پنهان باشه و میتونه پنهانگونه آسیب خودش رو به ما بزنه. و راهکارش هم اینه که همیشه به این موضوعات فکر کنیم دیگه، همیشه به خداوند فکر کنیم، همیشه تو انجام دادن هر کاری به این موضوع فکر کنیم که الان من قدرت رو در دست خداوند میبینم یا در دست فلان آدم میبینم. یعنی حتی اگه یه نفر یه کار خوبی هم برات انجام داد
خب خیلی پیش اومده مثلا طرف یه کار خوبی برامون انجام داده، بعد ما سریعاً به خاطر اینکه احساس کردیم که اون آدمه که داره این کارو برای ما انجام میده، یعنی نتونستیم اون کار خوب رو از طرف خدا ببینیم. بچه‌ها این اتفاقهای خوب، این کمک هایی که به ما میشه تو زندگی، باید اینا رو بپذیریم. اینا از طرف خداوندا، این آدما که دارن این کار رو برای ما انجام میدن دستی از دستان خداوند هستن. مثلا وقتی تو میای روی باورات کار میکنی، باورات نسبت به یه سری موضوعات تغییر میدی، بعد خداوند از طریق یک سری افراد یک سری خدماتی رو به تو ارائه میده. چه میدونم مثلا میای رو باورهای ثروت آفرین کار میکنی، بعد یه پولی وارد زندگیت میشه از طریق یه آدم. خب بعد تو اینجا این پولی که وارد زندگیت شده رو نباید از دست اون آدمه ببینی، اینو باید از دست خداوند ببینی. این آدم خب دستی از دستان خداوند بود که به تو کمک کرد. از این آدم تشکر کن، ازش سپاسگزار باش، ازش ممنون باش. خب اما قدرت رو از آن خداوند ببین، بدون که خدا بود که از بی نهایت دستان خودش میتونست به تو کمک بکنه و امروز مثلا از طریق این آدم به تو این لطفو کرد. فردا احتمال داره از طریق یه آدم دیگه به تو لطفی بکنه. بچه باید اینجوری ببینیم داستانو، یعنی خدایی که بی نهایت قدرتمنده و بی نهایت دست داره برای اینکه ما رو به خواسته هامون برسونه، ما رو به نعمت ها برسونه و ما هر چقدر بتونیم توی زندگیمون توحیدی تر عمل کنیم، سعادت بیشتری رو تجربه میکنیم، خوشبختی بیشتری رو تجربه میکنیم. امروز دوست داشتم در مورد این موضوع حرف بزنم که موضوع مهمی بود. امیدوارم که هر جا هستید در پناه خداوند موفق و مؤید باشید. فعلا خدا نگهدار.